هر یک انسان در رمضان دلش پاک میکنه، گناهاش خداوند طلب میکنه که گناهی مرا ببخش. بعضی روزا را میگیرین و اومدن در تای کامنتاری ما همین ویدیو برای میوه رمضان کردم که در می رمضان هر یک کدوم مرا ببخشین. ما هم کسی مرا خفه کردگی باشه ما خفه نیستم، ما بخشیدگی ما مودم. اینمی یگان ویدیوی بیزیب نیسته، نکم در تگم در اومدگیم بعضی که تو دجالی تر خدا نمیبخشه تر دوزخ میبره. آخه خدا جان توبه کردم، هیچ کی نمیدونه کی دوزخ میره و کی بیرش میره، او را تو خداوند خودش میدونه. آخه میدونی گپورا مرا گاو میزنی تر خداوند نمیبخشه، خداوند تر میبخشه. تو در رمضان در اومدی در تگ کامنتاری ما گپای بیزیب مینویسین. در ویدیویی که ما بخشش پرسیدگیم وای خداوند کردگیم. اینا مسلمانی بعضیات کدوم میده اینترست نی اون ویدیو را بود رو ببین. ای بنا میدونین یا کم ترکم باشه شما مرا حرمت نکنین، پروف نمای شریف رمضان حرمت کنین. من میدونم که شما داج کپیک قدرش ندارین. بعضیات میفرما کپیک بتین با بگون که زد شبیه تنتمو توبه کردم خدا ای به رمضان یگون کس خفه کردگی باشم و یا بار دیگه بخشش